همونطور که تو ویدیو میبینید مواد رو توی ریشه میذاریم و پرس میکنیم و به سمت پایین میکشیم. دور موادتون رو تمیز کنین تا بتونین دورگیری راحت تری داشته باشین. اگر مواد زیاد به ریشه بچسبه وقتی که دارین دورگیری میکنین باعث میشه پوست مشتری آسیب ببینید و زخم بشه. مواد رو جایی که نداره یا جاهایی که خالیه دوباره میذاریم، پرس میکنیم و به سمت بالا یا پایین میکشیم. همونطور که میبینین من روی این ناخون 3 الی 4 دور مواد گذاری کردم چون ناخون سطح موادش فوق العاده کم بود. همونطور که تو این ویدیو میبینین روی انگشت شست مواد رو روی ریشه پرس میکنم و به سمت پایین میکشم. یک بار هم سر ناخون میذارم و به سمت بالا میکشم و از دور مواد رو پاک میکنم. خیلی وقتها هم میتونیم به صورت وانبال مواد بذاریم، اما این ناخون فوق العاده مواد کمی داشت.